علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره اخلاص و ترجمه میشد کلمه هاش انشاءالله. اول تلاوت کنیم و بعدا انشاءالله ترجمه میشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سوره اخلاص سوره مکی هست. در مکه نازل شده است. وقتی که کافرها پرس از نبی صلی الله علیه و سلم از الله پرسیدن، گفتن الله که تو دعوا میکنی اون چه خیلی هست و چی هست؟ بگیم اون بت‌هایی که اونها میپرستیدن آخه از چوب و از سنگ و از اون چیزها بداخی. بعد الله پاک این آیت نازل کرد به پیامبر اخلاصان، بگو که ای محمد صلی الله علیه و قل هو الله احد، اون الله یگانه هست. یعنی که الله پاک پیامبر اخلاصان میگه که بگو هو الله، همون اللهی که اونها پرسیدن از اون احد است. احد یگانه است، یک است. الله صمد هست، بگو الله صمد هست، بی نیاز هست. الله بی نیاز هست، احتیاج و حاجت به یگام نفر و به یگام تایمه و شما ندارد. لم یلید، لم یلید گفته تولد نکرده است. چه خیلی که این رد کرده است به خریستیان ها و بگیم نصرانی ها که اونها میگه که از الله باشه حضرت عیسی تولد شده باشه، نمیگه لم یلید و اون تولد نکرده است. و لم یولد و تولد کرده شدگی هم نیست. با دو گروه خریستیان ها رد کیست است که حضرت عیسی را بعضیش الله میگن، خدای خودشون میگن، و بعضیش میگن فرزند خداست. میگن نمیگه الله نه تولد کردگی است نه فرزند خداست حضرت عیسی، و لم یولد و نه تولد کرده شدگی هست. نه خودش الله هست بگیم حضرت عیسی نه خدا است و نه فرزند خدا است. یعنی که یلید فعل مضارع معلوم هست، لم که اومد جهد میشد، یعنی که نکرده هست، به معنی موضوع میشه گفته بودیم. ولم یولد ولی تولد کرده شدگی نیست. فعل مضارع مجهول است، در اولش که لم اومد جهد میشد، یعنی که تولد کرده شدگی نیست. اینجا فهمیده شد که الله پاک نه تولد کرده است نه تولد کرده شدگی هست. هر کسی این گپ را اگر بگد که حضرت عیسی فرزند خدا است که او خدا است بگه، این کلمه کفر هستند. ولم یکن له کفوا احد، و نمی باشد له برای همون الله و هیچ کس همتای الله شده نمیتونه. ولم یکن له، نمی باشد برای همون کفوا. کف گفته به معنی که همتا یا که همگونگی، هم مثل الله. احد یگام نفر، یعنی که به مثل الله یگام نفر نیست، یا اون کس مثل الله شده نمیتوند. یعنی که چه خیلی که در کتابای نکاح میگد که مرد وقتی که زن میگیرد، زن مرد که وقتی که به شوهر قبول میکنه باید کوف باشند. کوف گفته هم مثل باشند، هم مانند باشند در دین و در تقوا و در منصب و در چیزاشون که در آینده نافهمی نشود. مثلا همین کوف به معنی همتا و هم مثل میشد. یعنی که ولم یکن له، و نمی باشد برای هم الله کوفوان، همتا و هم مثل احد یگام نفر شیده نمیتونه و نمی باشد. این سوره اخلاص هست و این بگیم که سوره اخلاص تمام بگیم که توحید هست و تمام بگیم یگانگی الله در جا بیان کردگی است و این رد کردگی است به تمام چی مشرکین. یکم این است که الله نیاز نداشته است و بعضی بت پرست ها را رد کرده است و چیزها را رد کرده است که با الله مثلا که اینها مثلا یاری رسان هستن و این خیلی هستن. نه، الله یگام نیاز ندارد و الله چی هست؟ نه تولد کردگی است نه تولد کرده شدگی است. ولم یکن له کفوا، و الله ده یگام چیز مثل مانند شده نمیتوند. که این یهود مثلا که حضرت موسی را تشبیه میکنن به الله و حضرت موسی را میگن که مثلا که همین گپای کفری میگن، اونها را اینجا جوش نیست اصلا. اینجا فقط ترجمه تحت لفظی هست و هر جایی که نفهمه باشد مرحمت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.